سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که با یه ولاگ دیگه با ما همراه شدید. ما یه روز تعطیل داشتیم، نمیدونستیم چی کارش بکنیم. گفتیم که پاشیم بزنیم بیرون، بریم سمت منطقه چاینیزا یا همون چاینا تاون تورنتو که خودمون رو رسوندیم به ایتون سنتر و خیابون داندست رو به سمت غرب حرکت کردیم و رسیدیم به منطقه چاینیز ها. تقریبا یه رو پیاده روی داشت که خودمون رو رسوندیم. خیلی جالبه، یه منطقه‌ای که تمام در و دیوار و مغازه‌هاش و هر چیزی که تو خیابون می‌بینید به خط چینی نوشته شده و قیافه‌ها یهو از یه جایی به بعد کلاً تغییر میکنه و دقیقاً شما حس میکنید که وسط چین دارید قدم میزنید. بافت منطقه یهو جالب میشه، تمام خیابون پر میشه از انواع مغازه‌ها با انواع بیزینس‌های مختلف که خیلی جالبه. شما توی تورنتو بجز قسمت دانتان هیچ جا نمیتونید تو خیابون راه برید و مغازه کنارتون داشته باشید. رفتیم و رسیدیم به یه فروشگاهی که خیلی صاحب مهربون و خونگرمی داشته و گفتش که میتونید از اینجا فیلم بگیرید. ما وارد شدیم، پر از صنایع دستی‌های مخصوص چین بود که خیلی جالبه نگاه بکنید. یه چیزایی می‌بینید، یه سری خنزر پنزر توش پیدا کردیم و یه سری وسایلی که واقعاً مال فرهنگ و سنت چین بوده و چه از لحاظ ظرف و ظروف‌ها چه مجسمه‌ها و یه سری مجسمه‌های بودایی داره که جلوتر بهتون نشونش میدم. دلتون بخواد تو این منطقه دست فروش هست، مثل اینا دکه هایی درست کردن و شروع کردن به فروش یه سری جنس ها که گاهن توش قیمت های مناسبی هم گیر میاد و خودشون بیشتر از این منطقه خرید میکنن.
اولین بار بود که خودم وارد این منطقه میشم و بعضی جاهاش حقیقتا منو یاد ایران مینداخت. تو تهران بعضی قسمت‌های شهر که میرفتی، مخصوصا سمت بازار، لباسا رو اینجوری چیده بودن و با قیمت‌های به نسبت کمتر از فروشگاه‌ها میفروختن. خیلی جالبه. همینجوری ما این منطقه رو اتفاقی پیدا کردیم. شنیده بودم اسمشو ولی خب خودم تا حالا نیومده بودم. حالا نمیدونم همیشه اینقدر خلوته یا اینکه من بد ساعتی اومدم، چون هولوش ساعتهای ظهر بود ما رسیده بودیم اینجا. نمیدونم حالا جای دیگه ایشو نتونستم پیدا بکنم که حالت مرکزیت داشته باشه. اما از اونجا به بعد یهو رسیدیم به یه منطقه‌ای که فکر می‌کنم مال جامائیکایی ها بود و خیلی منطقه پر انرژی، برعکس چینی‌ها ساز و آواز و همه پر انرژی، صداها بلند، تون صداهاشون همه انگار داشتن داد می‌زدن و خیلی منطقه پر انرژی و باحالی بود که حالا آدرسش رو هم میذارم توی کپشن. تو منطقه جامائیکایی‌ها هر سمتی و هر کوچه پس کوچه‌ای رو که میرفتی یه چیزی سورپرایزت میکرد. تمام در و دیوارا نقاشی شده بود، یه مغازه‌های عجیب و غریبی داشت، یه فروشگاه‌های خاصی داشت که هر جای شما نمیتونید نمونه‌شو پیدا بکنید و آدمایی به نظرم خوشرو و خوش برخورد و خیلی با وایب مثبتی بودن. انگار که اصلا غم توی اینا وجود نداره، همشون در حال رقص و بلند بلند صحبت کردن و خندیدن و اصلا یه چیز عجیبی بود برام. نسبت به جاهای دیگه دانتان خیلی متفاوت بود. اینجا هم که نمیدونم این تاکسی بودن چی کاره بودن اینا، خیلی جالب بود، تابستونی بود ولی تا حالا ندیدم کسی تو خیابون ازش استفاده بکنه، اما به هر حال اینجا بود. این که میگن فروشگاه‌های عجیب و غریب، الان یه چیزی بهتون نشون میدم، خودم واقعا سورپرایز شدم. اینجا رو نگاه کن، خدایی این چیه؟ این چیه که داریم میفروشیم؟ هیچ وقت نفهمیدم این چرا باید اینجا آویزون باشه و این چرا باید اینجا فروش بره. خیلی عجیب و غریب بود واقعا. یه چیز جالب دیگه تو این منطقه فروش بدلیجات بود. خیلی زیاد شما فروشگاه و دست فروش های کنار خیابونی میبینید که به تعداد زیاد بدلیجات دارن برای فروش و خیلی هاشون هم که نگاه میکنید خیلی به خودشون آویزون کردن. من یه مورد دیدم که از بالا تا پایین فقط فکر کنم نزدیک 3-4 کیلو زنجیر و انگشتر و گردنبند و انواع و اقسام هر چی که دستش رسیده بود به خودش و به لباسش آویزون کرده بود. و نکته جالب دیگه توی این منطقه، اگه کسایی که اهل غذا باشن، اهل غذاهای جامائیکایی باشن، به کرات شما انواع اقسام رستوران ها رو میبینید، انواع اقسام فسفود ها رو میبینید که مال فرهنگ خودشونه. جلوتر بهتون یه جایی رو نشون میدم، یه حالت پاساژ فرمه که توش فقط غذاه، یعنی وقتی واردش میشین فقط چپ و راستتون رو غذا میگیره.
اگر دنبال آدرس این منطقه میگردید، این سراحی که دارید میبینید میشه تقاطع بالدوین استریت و آگوستا. این خیابون یکی از قسمت‌های قشنگ این ولاگ بود که تماماً پر از فست فود، رستوران، بار و حالت کلاب‌های کوچیکی هستش که در ادامه میتونید ببینید. خیلی بوی خوبی میومد توی منطقه، خیلی غذای جذابی داشت که ما امتحان کردیم. جایشون خالی و بهتون پیشنهاد میکنم اگر توی منطقه نرفتین حتما یه سری بزنید و مخصوصا آخر هفته باشه اگر روزی که میخوایم بریم. Where are the other three? When you're in there. همونطور که دیدید ما تا انتهای خیابون رو رفتیم و برگشتیم. سمت چپ دیدم سر و صدای عجیب و غریبی میاد و خیلی شلوغه. این همون پاساژ است که گفتم توش پر از فروشگاه مواد غذایی و رستورانتور هست. بریم داخلش رو ببینیم. این هم یکی از فروشگاه‌های چاینیز بود که نفوذ کرده بود ویلای جامائیکایی‌ها و دامپلینگ داشت درست می‌کرد. من برام جالب بود چون خودم تا حالا طرز تهیه‌اش رو از نزدیک ندیده بودم و اونر مهربونش هم گفتش که برو جلو راحت باش فیلم بگیر. اینجا رسیدیم به قسمت جذابی که برای ما خیلی باحال بود. توی گرما یه اسموتی انبه که نیش طعم تند و ترش میداد و واقعا نمیدونم دقیقاً از چه موادی استفاده کرده بود ولی مال به هر حال فرهنگ خودشون بود. نی رو توی یه موادی مثل مایع لواشک قبل از سفت شدن می‌غلطونن، روش یه چیزایی مثل سماق و فلفل میزنن و میذارن سفت میشه و از همون نی برای آبمیوه‌هاشون استفاده میکنن. It's more sugar and syrup. I'll do the mango smoothie. Mango smoothie? Sure. That's mine, yeah? Yeah, that is yours. What's that? That is
Tamarind. Oh, tamarind. Where put the menu? که ما اینجا ازش پرسیدیم این چه موادیه که توی لیوان زدی، به لهجه خودش گفت تاماری، که همون در واقع یه جوری تمر هندی خودمون میشه که یه سس تندیه باهاش درست کردن و این ترکیب میشه با اون مواد اصلی و خیلی تست جذابی داره. جای همتون خالی. اینجا هم ضربه نهایی رو زد، یه سس آلوی ترش هم روش اضافه کرد. This is tamarind also. Okay. Thank you. How much? Sure. That is the large is 40. Thank you so much. Thank you so much. I can. همینطور که داشتیم میرفتیم رسیدیم به یه بازارچه، یه کوچه بنبستی بود که خیلی از فروشنده ها توش بساط کرده بودن و خیلی هم شلوغ و پر انرژی و باحال بود. هرچی هم دلت بخواد توش پیدا میشد، از بدلیجات و لباس و کلاه و کفش و کیف و همه چی توش بود. Like rice crispy taste. more summer. Not the popcorn. Yeah.
market. Kind of smells like. Watch bracelet. No, it's okay. It doesn't go with the outfit anyway. Try it. Try it. That's good. That's good. And then the other one. That's just one of 5. از هر طرف این خیابون که میرفتیم میرسیدیم به یه بازارچه. اینجا دوباره یه دونه مغازه خیلی بزرگ بود که توش انواع و اقسام فروشگاه ها و بیزینس ها دور هم دیگه جمع شده بودن و پر از مشتری هم بود. بریم داخلش رو ببینیم.
خیابون رو تا انتهاش اومدیم و طبق روال همش پر از رستوران و بار و اینا بود که تهش میرسه به خیابون کالج و همین خیابون هم که اسمش آگوستا بود. یادتونه گفتم هر قسمت از اون خیابون که بریم یه سورپرایز داره؟ اینم یه نمونش. خیلی از خونه های اینجا که همشون هم سبک قدیمی داشتن و بازسازی هم اگر شده بودن، همشون به همون سبک قدیم بازسازی کردن و فکر میکنم اجازه ساخت ساختمان‌های با نمای جدید رو بهشون نمیدادن و خیلی جالب بود. ساختمان‌ها همه رنگی بودن و خیلی هاشون هم تبدیل به بیزینس کرده بودن و بیشترشون هم دقت بکنین لباس فروشیه. How are you? Good. تو تمام اون لباس فروشی‌هایی که بود، این یه دونه خیلی رنگی و قشنگ بود که ما تصمیم گرفتیم واردش بشیم و از داخلش هم یه فیلمی بگیریم که البته با اجازه صاحب بیزینس این کارو کردیم. Thank you. Bye. خب بچه ها، ممنون ازتون که تا اینجای ولاگ با ما همراه بودید و نگاه قشنگتون رو به ما دادید. امیدوارم تو ولاگ های بعدی هم با ما همراه باشید. ممنون میشم اگر از ما حمایت بکنید، لایک بکنید، کامنت بذارید و اگر نظر یا ایده‌ای دارید یا جای خاصی هستش که فکر میکنید جالبه برای دیدن به ما معرفی بکنید و ما بریم براتون فیلمش رو بگیریم.
مواظب خودتون باشید. به زودی میبینمتون.